Prezidenti Cumhuriyet Tojikiston, asosguzori sulh و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان. جوانان محترم و حاضرین گرامی، هر سال 23 ماه می ما یکی از جشنهای مهم تاجیکستان صاحب استقلال روز جوانان را تجلیل می نماییم. به این مناسبت شما حاضرین گرامی و کل جوانان کشور را که تکیهگاهی با اعتماد و امیدبخش دولت می باشند صمیمانه تبریک می گویم. هنوز 17 مارس سال 1994 ملاقات نخستین من با جوانان با حیث سرور دولت و رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان در انجمن یکم اتفاق جوانان دایر گردیده بود. خاموش کردن علنگه جنگ تحمیلی شهروندی، سرجم و متحد ساختن جوانان در آن دوره بسیار سخت و سنگین و با فعالیت سازنده سفربر نمودن آنها مسئله و وظیفه‌های اساسی ملاقات ما بودند. عموماً باید گفت که کار با جوانان از روزهای اول صاحب استقلالی و با فعالیت آغاز نمودن حکومت قانونی از جمله سمت‌های افضلیت‌ناک و مهمترین سیاست دولت اعلام گردیده بود. یعنی هنوز از روزهای نخستین به نقشه‌گیری و تطبیق چاره‌بینی‌ها برای جوانان کشور تحت توجه و نظارت دائمی حکومت مملکت قرار داده شد. زیرا ما خوب درک می‌کردیم که توجه به جوانان این غمخواری برای آینده ملت تاجیک و تحکیم نیروی دولت تاجیکستان می باشد. می‌باید با مقصد دستگیری جوانان، تشکل و ترغیب طرز حیات سالم در بین آنها، با شغل تامین نمودن این قشر فعال جامعه، دریافت و دستگیری دائمی استعدادهای نو، حمایه حقوق و منفعت‌های نسل جوان، ضرورت تأسیس مقام وکالتدار دولتی در سمت کار با جوانان پیش آمد. بنابراین ماه می سال 1997 قرار حکومت مملکت دایر به تأسیس کمیته کار با جوانان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان قبول گردیده سنه 23 می همچون روز جوانان تاجیکستان اعلان کرده شد. حکومت تاجیکستان برای حل مشکلات جوانان، راه اندازی تدبیرهای عملی وابسته به تقویت فعالیت آنها در جامعه، تأمین کردن اشتراک فعال جوانان در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور، تربیت و تندرستی و تحکیم هویت ملی،
در نهاد هر یک نماینده نسلی امروزه دوره به دوره اقدامات مشخص را عملی نمود. ما جوانان را نیروی سازنده و بنیادکار و پیشبرنده جامعه نوین کشورمان و آینده خلقمان اعلان کردیم و در حل همه مسائل حیات جامعه و دولت تا امروز با آنها تکیه میکنیم. قابل ذکر مخصوص است که تاجیکستان ما طبق تحلیل های خزینه نفوذ سازمان ملل متحد از جمله کشورهای دارای افضلیت جوانان بوده، سن سال میانه اهالی آن 22.5 سال را تشکیل می‌دهد. در برابر این طبق معلومات آماری زیاده از 70% اهالی کشور را جوانان تا 35 ساله تشکیل می‌دهند و محض به همین خاطر تاجیکستان مملکت جوانان به حساب می‌رود. نشان دهنده مذکور از ما عملی سازی تدبیرهای زیاد را در سمت تعلیم و تربیت و رشد قابلیت‌های ذهنی و جسمانی نسل جوان جامعه تقاضا می‌کند. بنابراین طی قریب 30 سال صاحب استقلالی در کشور ما زمینه‌های معیاری و حقوقی و تشکیلی و انفراساختاری سیاست دولتی جوانان تشکل یافته، ده‌ها سند معیاری و حقوقی قبول و مجموعی مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که بی‌واسطه به جوانان دخل دارند حل و فصل کرده شده. پیش از همه باید گفت که در شرایط پیشرفت با سرعت علم و تکنیک و تکنولوژیا مسئله بلند برداشتن سطح معرفت و سوادناکی جوانان و به آموزش علم و دانش‌های زمانوی فرا گرفتن آنها از جمله وظیفه‌های مهمترین ما به حساب می‌رود. ما با مقصد بلند برداشتن شوق و ذوق جوانان با آموختن علم و دانش پیش از همه علم‌های طبیعی، ریاضی و دقیق، کشفیات و نوآوری، توسعه جهانبینی آنها و هوسمند گردانیدن جوانان بالیاقت و صاحب معرفت که می توانند در آینده برای پیشرفت دولت و جامعه سهمی باسزا گذارند، استیپندیا و جایزه های گوناگون تأسیس دادیم. از جمله هنوز ماه فوریه سال 1998 استیپندیای پرزیدنت تاجیکستان برای خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات عمومی و خوانندگان و دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی و میانه و عالی کسبی و ماه مارس سال 1998 جایزه به نام اسماعیل سامانی برای عالمان جوان که در ساحه علم و تکنیک کارهای نمایان انجام دادند تأسیس داده شد. این اقدام را ما زمان عملی نمودیم که از امضای سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی در تاجیکستان یعنی با آخر رسیدن جنگ تحمیلی شهروندی هنوز 1 سال نگذشته بود. با معلومات جوانانی که آن روزها در سن کودکی بودند و از وضع واقعی آن سالها خبر ندارند ابراز می‌دارم که سال 1998 ما در حالت نهایت وزین سیاسی و اجتماعی و بحران بسیار شدید اقتصادی و مالیوی قرار داشتیم. با وجود چنین وضعیت ما برای دستگیری نورسان و جوانان چنین اقدام را عملی نمودیم. وقتی که من به سر قدرت آمدم در پایتخت کشور وارد شدم، در همان شب و روزها ماه نوامبر سال 1992 پایتخت مملکت مثل یک شهر مرده بود. من سپارش دادم در هر یک چهارراهه پایتخت کارمندان بازرسی، کارمندان میلیسیا دفترچه در دست حساب میکردن هر روز چند نقلیات گذشت. در بازارها حساب میکردن چند فروشنده بود،
چند خریدار آمد. هر روز حسابات می‌دادند. اکثریت جوانان، دانشجویان، مخصوصاً که در آن زمان اکثریت دانشگاه و دانشگاه‌های عالی در پایتخت مملکت شهر دوشنبه متمرکز بودند، به منطقه‌های خود رفتند. از ترس، از هراس، چون که امنیت را کسی کفالت دادن نمی‌توانست. امنیت در دست سلاح به دستان بودند. تمام قانون‌های عمل کننده از کنستیتوسیا سرکرده زیر پا شده بود. نه سود، نه پروکورور، نه دیگر مقامات حفظ حقوق. سال گذشته در اساس دستور رهبر دولت ضمن ملاقات با مسئولین ساحه علم و معارف و اهل زیای کشور شماره استیپندیاهای پرزیدنتی برای خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات عمومی از 400 به 3000 و شماره چنین استیپندیاها در مؤسسه‌های تحصیلات میانه و عالی کسبی از 100 به 500 و برای اسپیرانتان مؤسسه‌های تحصیلات عالی و علمی از 15 به 50 رسانیده شد. باید تذکر داد که از شماره عمومی استیپندیاهای پرزیدنتی 70% به فنهای طبیعی، ریاضی و دقیق روانه گردیده است. در این مدت با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان شماره کوتاهای پرزیدنتی برای جوانان از ناحیه‌های دوردست کوهستان از 200 تا به 1252 رسانیده شد. علاوه بر این با مقصد دستگیری و هوسمندگردانی بیشتری عالمان جوان شماره جایزه به نام اسماعیل سامانی برای عالمان و محققان جوان زیاد کرده شد و حالا هر سال 12 نفر با این جایزه سرفراز گردانیده می شود. تا به این روز 163 نفر عالمان جوان صاحب این جایزه گردیدند. با تشبث حکومت مملکت با 10 کشور پیشرفته دنیا سازشنامه‌ها امضا گردیده. حالا هزاران نفر جوانان ما از حساب بورسیه‌های رایگانی برای تاجیکستان جدا شده در آن دولت‌ها تحصیل کرده ایستادند. اینچنین برای در سطح بین‌المللی آماده نمودن متخصصان جوان ما استیپندیای بین‌المللی درخشندگان را تأسیس دادیم. برای آمادن تحصیلی جوانان در مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی و علمی کشورهای خارجی یکی از ابتکارات مهم حکومت مملکت در سمت رشد علم و معارف و غمخواری نسبت به جوانان محسوب می‌یابد. حالا در خارج کشور بیش از 40,000 نفر دانشجویان، ماگیستر، اسپیران و دکترانت‌های ما به تعلیم فرا گرفته شدند. این خیلی شماره زیاد است. 50% از شماره عمومی دانشجویان زمان شوروی در مملکت تشکیل می‌کنند. 70,000 دانشجو بود. 13 دانشگاه و دانشکده‌های عالی. در 46 دولت دنیا حالا ما دانشجویان جوانان با استعداد را روان کرده ایستاده و تحصیل علم و کسب و هنر دارند. قسم زیادی برگشتند در خود اقتصادیات مملکت در تمام سمت‌های ساختمان و انشاءات‌های عظیم عصر کار و فعالیت کرده ایستادند. ما باید من بعد نیز توسط استیپندیای بین‌المللی درخشندگان، برنامه‌های بین‌المللی، بورسیه‌ها و دیگر امکانات موجوده تحصیل جوانان با استعداد را در خارج مملکت وسعت بخشیم و برای اقتصاد ملی خود کادرهای دارای سطح بلند کسبیت و جوابگو به طلبات معیارهای بین‌المللی را آماده نماییم. زیرا هدف بزرگی که ما در نزد خود گذاشتیم یعنی به سطح کشورهای پیشرفته جهان برآوردن دولت تاجیکان از بسیار جهت با آن وابسته است که
جوانان ما تا چی اندازه در سمت از خودکنی دستاوردهای علم و تکنیک و تکنولوژی های معاصر اینچنین آموختن زبانهای خارجی جهد و تلاش می نماید. ما دریافت مقام و جایگاه مناسب و سزاوار در جامعه متمدن و پیشرفته را مقصد و مراد خود قرار داده ایم. برای رسیدن به این هدف ما باید قابلیت و سطح معرفتناک مردم و در نوبت اول نورسان و جوانان را بلند برداریم. نسل نوی دارای تفکر پیشرفته و سازنده و از دستاوردهای تمدن معاصر با خبر و بهره‌ور را تربیت نماییم. اعلان گردیدن سالهای 2020-2040 همچون 20 ساله آموزش علمهای طبیعی، دقیق و ریاضی زمینه‌های جلب بیشتر جوانان را به سمت‌های مذکور فراهم آورد. همچنین آخر سال گذشته به خاطر باز هم هوسمند نمودن آموزگاران به تعلیم و تربیت نسل جوان برای عالمان و آموزگاران فنهای ریاضی، دقیق و طبیعی جایزه مخصوص دولتی تأسیس داده شد که هر سال 15 نفر بهترین ها می توانند صاحب آن گردند. جهتی هرچی بیشتر مساعدت نمودن بر روند تطبیق عملی 20 ساله اعلان شده، ما تصمیم گرفتیم که آزمون نو را با نام علم، فروغ معرفت راه اندازی نماییم و باور داریم که در اولین سال نتیجه گیری از این آزمون که به 30 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان موافق آمده است، ما شاهدی دستاوردهای نظررس جوانان آینده ساز و اختراعکار و نوآور خواهیم شد. با مقصد دستگیری دولتی و تقویت وضع اجتماعی دانشجویان و ماجسترها و اسپیرانت و دکترانتها، سپیندای آنها از 1 سپتامبر سال 2021 به اندازه 30% زیاد کرده می شود. ما از سال تحصیل 1998 سر کرده برای با تحصیل فرا گرفتن دختران لیاقتمند از ناحیه‌های دوردست کوهستان کوتای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را تأسیس داده، با آن از سال 2005 پسران با لیاقت را نیز شامل نمودیم. در مدت 24 سال عملی کوتای پرزیدنتی از 61 شهر و ناحیه‌های کشور با 20 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی مملکت 22,209 نفر ختم کردگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، از این 13,000 رو قریب 400 نفر دختران و قریب 9,000 نفر پسران به تحصیل فرا گرفته شدند. حالا در 20 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی کشور طبق کوتای پرزیدنتی قریب 7,000 نفر جوانان تحصیل کرده ایستادند. بر زمین با فرمان پرزیدنت مملکت جهت تیار نمودن متخصصان در دولت‌های خارجی فاند مخصوص تأسیس داده با قرار حکومت تاجیکستان برای آموزگاران جوان امتیازها مقرر کرده شد. ما برای ناحیه‌های دوردست کوهستان وقتی که سفر می‌کردم در سالهای پیش، حتی ناحیه‌ها بودند که یک نفر از حساب بانوا معلومات عالیدار نبود. در یگان منصب‌های دولتی مقامات حاکمیت اجرایی دیده نمی‌شد. حالا ذوق علم آموختن، کسب آموختن، هنر آموختن، خود ذوق دختران کوهستان خیلی بلند است، خیلی زیاد است. هر ملاقاتی که من در شهر نوای گوناگون کوهستان دارم، حتی دههای دوردستترین مملکت، یک درخواست دارند. مردم نان نمیگوید، برق نمیگوید، گاز نمیگوید. فقط مخصوصاً بیشتر جوان دختران
مراجعت میکنن برای تحصیل کردن. این بسیار بسیار یک رویه خوب است. ما اینا دستگیری میکنیم، همه طرفه کمک میرسانیم که هرچی بیشتر جوانان ما، مثلا جوان دختران ما، بانوان ما صاحب سواد باشند، صاحب علم و دانشی بلند شوند، صاحب کسب و هنر باشند. من از روز اول فکر آن را بودم که جوانان ما بی تحصیل نمانند، بی سواد نمانند. در منطقه ها فیلیال های دانشگاه ها را شدم، شهر خاروق، وادی رشت، ولایت ختلان، سابق ولایت کلاب، ولایت سوخت که هم آموزگارانی که در آنجا بودند و هم دانشجویانی که بودند به قدر امکانات معتدل شدن وضع قریب 3-4 سال در آنجا با تحصیل فرا گرفته شدند. همین طریق ما خودی همین فیلیال ها را با دانشگاه های مستقل تشکیل دادیم. یکی از سبب‌های اساسی سرزدن جنگ تحمیلی شهروندی این در جامعه خیلی بند رفتن سطح خرافات بود، بیسوادی. از روز اول در سیاست من ساحه علم و معارف در مد اول می‌ایستد. شما جوانان امروزه خیلی ذهنی پیشرفته دارین. با واسطه اینترنت هر دو در یک روز 1001 کشور را که معلومات گرفتن، چیزی که هر چیزی که دلتان میخواهد اون را معلومات را گرفته میتوانید. رو آوردن در کار با علم و معارف، سوادناکی، بلند برداشتن سطح معرفتناکی ملت و خلق تاجیکستان. متخصص، دانشمند، اختراعکار کشور را آباد میکند، نه خرافات. خرافات بدبختی میارد. آنه که شخص خواه جوان است، خواه کلان سال است، خواه میانه سال است، اگر هنر دارد، کسب دارد، سواد دارد، در یگان دور زمان اذیت نمیکشد، محتاج به کسی نمیشد. اینچنین برای دستگیری اجتماعی عالمان جوان، اسپیرانت ها و دانشجو دخترانی که با کوتای پرزیدنتی تحصیل میکنند، طول سالهای سال 86 خوابگاه زمانوی بنیاد از نوسازی و به استفاده سپارده شده است. محض نتیجه چنین دستگیری ها و فراهم آوردن شرایط مساعد برای رشد جوانان است که توجه آنها به آموزش علم و دانش از جمله علم‌های طبیعی، دقیق و ریاضی، کشفیات و اختراعکاری و از خودکنی اختصاص‌های زمانوی افزون می‌گردد. در رابطه با این باید تذکر داد که سال 1992 در کشور همگی 13 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی با 70,000 دانشجو فعالیت داشت. سال 2021 در کشور 41 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی با فراگیری 245,000 دانشجو فعالیت می‌نماید که از آن 17 دانشگاه، 14 دانشکده، 1 اکادمیا، 3 فیلیال مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی فدراسیون روسیه، فیلیال دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان در شهر اصفهان، کنسرواتوار ملی و 4 مؤسسه تعلیمی، مقامات حفظی حقوق و ساختارهای نظامی میباشد. این در مدت من 30 سالی که وضعیتی میداند. قریب 10 سال ما با کشمکش‌های داخلی سرسان و سرگردان بودیم. با اقتصادیات از سال 2000 شروع کردیم. جنگ تحمیلی شهروندی تاجیکستان را قریب با 50 سال قفا پرداخت. وابسته به حادثه‌های دهشتناک آغاز سالهای 90 عصر گذشته،
بسیار دانشجویان و استادان و آموزگاران به زادگاه خود برگشته رفتند، زیرا در پایتخت تحصیل کردن آنها غیر امکان گردیده بود. برای آنکه جوانان ما از تحصیل دور نمانند، ما دایر به تأسیس مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی در منطقه‌های کشور قرار قبول کردیم. همین طور به خاطر تأمین شرایط دانش آموزی جوانان و بلندبرداشتن سطح معنویات آنها در منطقه‌های گوناگون کشور، مؤسسه‌های نوی تحصیلات عالی به طلبات جهانی جوابگو ساخته شده، همه آنها با تکنیک و تجهیزات معاصر و شرایط حاضر زمان تأمین کرده شده. نه اینکه دانشگاه و دانشکده ها، بعضا مکتب های حاضر زمانی که تیپی نو بنیاد کرده ایستادیم، حتی از لحاظ صنعت معماری و شرایط تحصیل، سیمخانه های لابراتوری، برهوا بودنش، شرایط من میبینم از دانشگاه و دانشکده های عالی زمان پیش خیلی بالاتر است. دور نروید، یعنی مکتب های پایتخت رو ببینید. ما این سال در شهر دوشنبه قریب 10 تا مؤسسه نوی تعلیمی به استفاده میدن برای 5000 خواننده، برای 5000 خواننده در یک مؤسسه تعلیمی. این قریب برابر یک دانشکده. از جمله در شهر خاروق ولایت مختار کوهستان بدخشان، دانشگاه دولتی خاروق سال 1992، دانشکده تکنولوژیا و منیجمنت اینواسیونی در شهر کلاب سال 2015، دانشگاه دولتی دنگره سال 2005، دانشگاه طبی خپلان 2016، دانشکده انرژتیکی تاجستان در ناحیه کشانیان سال 2006، دانشکده آموزگاری تاجستان در ناحیه ایرش سال 2013 تأسیس داده شد. در ولایت شوق دانشکده آموزگاری تاجستان در شهر پنجکند سال 1991، دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجستان سال 1993، فیلیال دانشگاه تکنولوژی تاجستان در شهر اسفاره سال 1998، دانشکده کوهی متالورژی تاجستان سال 2006، دانشکده اقتصاد و سودای دانشگاه دولتی تجارت تاجستان در شهر خوجند سال 2010 و دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجستان با نام اکادمی قاسمی در شهر خوجند سال 2010 به فعالیت شروع نمود. در شهر دوشنبه دانشگاه تکنولوژی تاجستان سال 1991، دانشکده سیاحی صاحبکاری و خدمت سال 1991، دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجستان سال 2009، دانشگاه دولتی تجارت تاجستان سال 1993، کنسرواتوار ملی تاجستان به نام طلب خواجه ستاروس سال 2003، دانشکده اسلامی تاجیکستان به نام امام اعظم سال 2007، دانشکده صنعتی تصویری و دیزاین تاجستان سال 2013، اکادمی اداره کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجستان سال 2013 و دانشکده طبی اجتماعی سال 2020 تأسیس داده شد. همزمان با این به خاطر همکاری‌های سودمند در سمت معارف با فدراسیون روسیه سال 1996 دانشگاه اسلامی روسیه تاجیکستان سال 2009، فیلیال دانشگاه دولتی مسکو به نام لومونوسوف سال 2010، فیلیال دانشکده پولاد و خولای مسکو و سال 2013 دانشکده انرژتیکی مسکو در شهر دوشنبه به فعالیت آغاز نمودند. این همه برای جوانان، برای شما. اینچنین در سمت آماده نمودن متخصصان بلند احساس برای ساحه‌های حفظ حقوق، رعایت ترتیبات جمعیتی، امنیت ملی، مدافعه کشور و حفظ سرحدات، اکادمی وزارت کارهای داخلی، دانشکده حربی وزارت مدافعه، دانشکده عالی سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی و مکتب عالی کمیته دولتی امنیت ملی تأسیس داده شد. اگر سال 1991 مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی کشور را همگی 13500 نفر دانشجویان ختم کرده باشند، شماره ختم کنندگان در سال 2020
به 40,000 نفر رسیده است. همچنین طبق دستور سپارش‌های ما در رابطه با تأسیس دادن مؤسسه‌های تعلیمی غیر دولتی و صاحب معلومات نمودن جوانانی که به گرفتن معلومات کسبی رغبت دارند سالهای آخر نتیجه‌های دیرخواه به بار آورده مؤسسه‌های تحصیلات میانه کسبی دولتی و غیر دولتی در همه منطقه‌های کشور افزوده حالا شماره آنها به 28 رسیده است. سالهای 1990-91 در مؤسسه‌های تحصیلات میانه کسبی 40,700 نفر دانشجو تحصیل میکرد. حالا در چنین مؤسسه قریب 100,000 از آن 60,500 نفر دکتران به تحصیل فرا گرفته شدند. سال تحصیلی 1991-1992 در مؤسسه‌های تعلیمی از روی 80 اختصاص متخصص تیار کرده میشد. این شماره در سال 2021 به 206 رسیده است. شماره ختم کنندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه کسبی سال 1998 5,790 نفر را تشکیل داد. این رقم در سال 2020 به 23,000 نفر برابر شده است. در زمان صاحب سپالی بیش از 2,500 مؤسسه نوی تعلیمی ساخته به استفاده سپاریده شده است، ولی با در نظر داشت افزایش با سرعت اهالی این نشان دهنده هنوز هم کم است. ما حالا قریب زیاده از 130-140 مؤسسه نوی تعلیمی بنیاد کرده به استفاده داده است. از بس که افزایش اهالی ما افزایش طبیعی اهالی ما در یک سال قریب 2.4-2.5% را تشکیل میکنند، این حال هم کمی میکنند. بنیاد و به استفاده دادن مؤسسه‌های تعلیمی تیپ نو با شرایط معاصر و به طلبات جهانی جاوگو ثمره دوران صاحب سپاری کشور بوده. به خوانندگان جهت از خود نمودن علم‌های پیشرفته و تکنولوژی‌های نوین مساعدت می‌نمود. شرایط دانشکده و دانشجویان ما خیلی بلند است. فقط خواندن نکن. زحمت کشیده خواندن نکن. از خود جوانان، از خود دانشجویان وابستگی دارد. البته در اینجا سطح بلندی کسبیت آموزگاران بسیار مهم است. سطح کسبیت، صفت تعلیم و تربیت. لیکن در بسیاری خارجه میرن، خارجه چیکار میکند؟ وابسته به دانشجو است. و ایشون نتوانست پیش میکنند. نمیپرسند فرزندی کی پدرت چیکار میکند و نمیکند. نمیپرسند. معلم آموزگار لکسیش هم میخواند میرد. میتواند دانشجو گویا که مؤسسه را در 3 سال ختم کند، در 2 سال ختم کند، در 4 سال ختم کند یا در 5 سال ختم کند. خودش انتخاب میکند. خودش جستجو میکند. شب روز زحمت میکشد، کار میکند. ولی همین خیلی دیپلم نمیدهند. یا درباره صفت هم میراد. از خود شما وابستگی دارد. جوانی تیز بگذرد مثل بهار تیز میگذرد. بعد افسوس میکنید که دیر میشود. دیگر مینک نمیکپد. بعضا جوانان ما چگویم سراسیمه هستند و بینید در دیهای درده است. اویلایی که هنرمند هستند خواه بانوها باشند، خواه جوانان باشند، مردها باشند و بینید حتی کتبانها چگویم هنرمند چقدر آبرو هستند، چقدر زندگی خوب دارند، در دیها، در ناحیه، در همه جا عزت و احترام دارند، در بین اهالی یا زندگی خوب دارند، عمری با برکت میبینند، با کسی محتاجی نمیکشند. بیشتر از این عملی شدن همین مقصد از هر یکی ما وابستگی دارد. در همین پروسس های جهانی شوی که حالا دنیا را فرا گرفته است، هست روندهای مثبت، هست روندهای منفی. انا از همان روندهای منفی خود را امی نگاه داشتن
انا راهی از همه امی نگاه داشتن همین است. بلند برداشتن سطح معرفت ناکه ملت، مخصوصا جوانان. یک جوان میتواند نام آبروی دولت را در عرصه بین المللی بلند بردارد. همینطور نیست یا نه؟ همینطور است. افتخار میکنیم اگر یک ورزشکار ما در یگان جا غالب بیاد و پرچم تاجیکستان حتی اشک میریزانیم، افتخار میکنیم. دولت حکومت امروز دستگیری میکند. از همه لحاظ میبینید من دستگیری میکنم، همه تشبس‌های جوانان را دستگیری میکنم. آینده دولت در دست شماست، در دست نورسان جوانان امروز است. ما برای شما زحمت کشیده ایستادیم. فقط از شما خواهش میکنیم که خوانید، علم آموزید، کسب آموزید، هنر آموزید. آینده وطن خود، دولت خود را صاحبی کنید، صاحبی کنید، بنیاد کنید. در عرصه بین المللی باز هم آبروی دولت و وطن عزیز خود را بلند بردارید. با این مقصد با ابتکار حکومت جمهوری تاجیکستان در سالهای استقلال دولتی 9 مکتب پرزیدنتی، 7 لیسه برای خوانندگان بالایاخت، اینچنین 75 گیمنازیا و 75 لیسه تأسیس داده شد که در آنها برای قریب 106,000 خوانندگان لیاقتمند و با استعداد بهترین شرایط تحصیل فراهم آورده شده است. اولین مکتب پرزیدنتی من در شهر دوشنبه تأسیس دادم، سپارش دادم جمع کنیدم، دیدم که خارجی ها برده ایستادن، از دورده است گلچین کده بیرون برده ایستادن. من پیش رای همین گرفتم مکتب پرزیدنتی برای فرزندان با استعداد آوردم در اینجا. 100% داخل میشن، یگان کس محتاج نیستند. مکتب پرزیدنت بین المللی تأسیس دادم. اینم 100% با کشورهای خارجی، چه در داخل چه در خارج کشور ختم کنندگان داخل. از باغچه سر کردم، از 3 سالگی برای 200 نفر خودش از کودکی تیار میکند، کودک را داخل میشود، ختم میکند، از اونجا تمام دنیا داخل رفته ایستاده است. روی بینید شرایط ها، چگونه شرایط ها است برای ما کردن. روی باخته را بینیدان در لب دریای وحش، نمیدانم یک بهشت است خودش را در یک منطقه زیبایی و شرایط برای تحصیل فرزندان با استعداد. در یکی از کشورهای خارجی بودم، صحبت میکردم، یک جوان دختری گفتن جناب یاری من استیپندی پرزیدنتی ختم کردم، من ختم کننده مکتب لیسه پرزیدنتی در از نویه باختر میشم، یا که در شهر خارو یا که در شهر بستان. این نهایت دیدن در کار. ما هم مکتب خواندیم، مقایسه میکنن مکتب هایی که زمان ما تحصیل کردیم، حاضر شرایط قطعی مقایسه میکنن. یک افسانه است، باور کنید یک افسانه است. اگر گویم باور نمیکنید که در چه گونه شرایط ما تحصیل کردیم. همه غمخواری ها برای نورسان و جوانان امروزه است. ما اینا دیده دانسته کرده ایستادیم. همه آینده دولت و ملت تاجیک از همینجا سر می شود، از همون باغچه، از مکتب. اگر ملت با سواد باشد کارخانه هم می شود، اقتصادیات هم رشد می کند، صنعت هم می شود. اگر ملت بی سواد باشد وای برا دائما دست دیگر می شود. در روزگار آیلدیاری چی داریم؟ حساب کنید از همین چند فیصدش این 3 سال تاجیکستان است. حالا که همه چی را داریم، تاجیکستان کشوری کمبغل نیست، همه چی را داریم. کشورهایی است که هیچی ندارند لیکن پیشرفته هستند. برای چی ما پخت اعلی صفت این 3 سال میکنیم لیکن سری لباس خودمان را 3 سال کرده نمیتونه؟
اما تکنولوژیا واری کرده متخصصی نداریم. یکی از وظیفه‌های افزلناک دولت در ساحه معارف دریافت، دستگیری و رشد خوانندگان بالایخط میباشد. در ارتباط با این با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 3 یونیو سال 2014 برنامه دولتی دریافت و رشد استعدادها برای سالهای 2015-2020 قبول گردید. طبق طلبات برنامه مذکور در نزد ریاست‌ها و شعبه‌های معارف ولایت و شهر ناحیه‌ها 72 مرکز دریافت و رشد استعدادها تشکیل کرده شده است که در آنها 650 محفل فنی از روی 24 فنی تعلیمی با فراگیری 9610 نفر خواننده عمل می‌کند. با تأسیس یافتن این مرکزهای دریافت و رشد استعدادها و مهیا گردیدن شرایط مساعد در مؤسسه‌های تعلیمی خصوصاً مکتب‌های پرزیدنتی و لیسه‌ها برای خوانندگان بالایاقت دستاوردهای خوانندگان در المپیادهای بین‌المللی به مراتب افزوده است. اگر خوانندگان کشور سال 2011 در آزمون و مسابقه ها 96 جایزه گرفته باشند، پس سال 2019 خوانندگان کشور در المپیادهای بین‌المللی که در چندین دولت پیشرفته دنیا برگزار گردیدند فعالانه اشتراک نموده سزاوار 251 مدال از جمله 67 مدال طلا، 66 نقره و 118 مدال برنجی گردیدند. جهت فراهم آوردن شرایط باز هم خوبتر تعلیم و تربیت نورسان و جوانان حالا در شهر ناحیه‌های کشور با مبلغ‌زاری حکومت مملکت صاحبکاران و اهالی بنیاد صدها مؤسسه تعلیمی با صورت ادامه دارد. مسلم است که این نسل صاحب معرفت و دانشمند معین کننده و تشکل دهنده معرفت ملت می باشد. وابسته به این 3 سال اخیر با مقصد باز هم بلند برداشتن سطح معرفت ناکی مردم تاجیکستان و در نوبت اول نورسان و جوانان ذوق کتابخوانی، تقویت حافظه فرهنگی، دریافت چهره‌های نوی سخندان و سخنور از داشتن به ارزش‌های ملی و فرهنگی، رشد قابلیت ایجادی و گسترش احساس خودآگاهی و خودشناسی اهل جامعه آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است برگزار شده ایستاده است. در برابر آزمون مذکور اینچنین سال سیوم است که آزمون تاجیکستان وطن عزیز من جریان داشته برای کشف استعدادهای جوان نقش مؤثر گذاشته ایستاده است. آزمون مذکور سری وقتی بودن تشبث حکومت مملکت را ثابت نمود و نشان داد که نورسان و جوانان ما با کتابخوانی و ایجاد نمودن قابلیت و استعداد و شوق و ذوق زیاد دارد. فقط ضرور است که آنها دستگیری یابند و نیروی این طبقه فعال و سمت سازندگی و بنیادکاری راهنمایی کرده شد. چگونه همین ایده پیدا شد؟ قریب صبح منم 2 ایده در فکرم آمد، نوشته کردم. آزمون فروغ صبح دانایی تاجیکستان وطن عزیز من. نوشته کردم، صبح یاردمچی را دعوت کردم سپارش دادم که آماده کنید. البته بعدی اول آزمونی اول کمتر خطاگی‌ها شد، ما آن را اصلاح کردیم. هر یک کاری نو بیکمودی نمیشه. هم تکنولوژیای نو دم هم خیلی است. اصلاح کردیم. من مثلا حاضر با کاتگوریا جدا کردیم که کلانسالا نورسا را خلال نرسد. بیشتر نورسا وای کنند یا که جوانان کنند. آموزگارم 70 در رفته است با کودکی که 7 ساله، 8 ساله، 10 ساله، 12 ساله آموزگار با خواننده رقابت میکنند. از روی چی هم عدالت هم نیست. ما اینا را جدا کردیم. دیگر چی؟ برای باز هم هوسمند کردن پدر و مادران در کنار میماند و آموزگاری که تربیت کرده است. با تربیت خواننده‌ای که غالبی آزمون است در کنار میماند. ما برای آنها هم آموزگاران و پدر و مادرانی که چنین فرزندان را تربیت میکند
هم از لحاظ مادی و معنوی باز در این آزمون آخران هم مبلغ جدا کردیم، هم آموزگاری که خواننده را تربیت، تعلیم و تربیت میدهند. یعنی برای دستگیری کردن هم طرفا برای و ببینید چگونه استعداد است، چه سخندانا هستند. بعضا در من بنیاد با دقت گوش میکردم شبانه از بعضا چارابینی های تلویزیونی که نه آنقدر مضمون و مندرجه درست داشت، این چارابین این بینهایت بهترین بود. حتی هیئت جوری عالمان، شاعران زبردست جمهوری نویسندگان، عالمان، اکادمیکوشتند. طرز سوال دادن، طرز پرسیش با کودکک خردسال از روز آن که علاقه دور شدن از کودکی خودشان فراموش کردند، با سیاست سوال می در وقتی بال دادن، بها دادن کاری تو، لیکن در همونجا با حسین تلویزیون یا که پیش راهش گرفتن وای کود اولین بار آمده است، چون سطح بلند باز ترسانه جسارت اینقدر سخنوری سخندانی کردن از خود کردن این کاری آسان نیست. برعکس دستگیری کردن مانده کن، هوسمند کردن مانده کن. برای همینم من قرار قبول کردم هر نفری که در آزمون اشتراک میکند و جای افتخار را سزاوار میشود به یگان امتحان صرف نظر باید 10 ساله است، 12 ساله است، 5 ساله است قبول کرده میشه. قبول با معنی که بعدی ختم حتما بعدی 10 سال 8 سال ختم میکنند مکتب میمیانند راهش سوید انتخاب میکند کدام اختصاصی را که خودش ذوق دارد به امتحان از حسابی کوتاهی باید کنید. سلام علیکم. من همین هر دو تشبوس در کتابخانه ها در انبارخانه های وزارت فرهنگ معارف کتاب نمان. در یک مولت کدا 16 میلیون سامانی ده کتاب فروختن. کتاب نیست دیگر مردم خرید. انا که شاعر و نویسنده که اهل ایجاده که قلم دارد ایجاد کند آزاد. پرزیدنت تعریف نکند. پرزیدنت محتاج تعریف هم نیست. برای مردم ایجاد کن. غذای معنوی تیم ملت نورس جوان کلانسال ما 30 سالگی قایم میکنیم. کنی ایجادیات کنی اثرهای نو. این زمان استقلالیت این نعمت بسیار مقدس و بزرگ برای ملت تاجیک است. کنی ایجاد کنی حس ملی کو حس افتخار ملی کنی پاتریوتیسم. دولت داری کردن زمام دولت داری را داشتن بسیار مشکل است. برای همینم ببینید 1000 سال پیش سلاله دولت داری سامانیان چگونه از بین رفت. همون خطاگی‌ها بعد 1000 سالها با سال 90 تکرار شد که ملت تاجیک پسر با پدر پدر با پسر تیغ و کمان کشیدند با دست خارجگاه دشمنان خارجی. این خطاگی‌ها در راه دادن در کار نیست. نه با پایان‌تر تهدید و خطرهایی که کشور ما و منطقه را تهدید میکند و شما بار دیگر کشاد روشن جای پنهانی نیست. میگویند که مارگزیده از بندی اعلی میترسده. دائما بندی اعلی را بینه که میکنه مار است. مار شما را یک بار سالهای 90 سخت گزیده. صدها هزار 55,000 کودک عموما یتیم ماندند بی پدر بی مادر میشن. هر ناحیه میرفتم 4-5 کودک جناب یالی این کودک در خانه من نه پدر داره نه مادر داره همش کشته شدگی تنها هست. چیکار کنم زورم نمیرسد. بیار تا حاضر یتیم پرورش کردیم.
با قناعتمندی گفته میتوانیم که امروز در کشورمان عالمان و دانشمندان صادق به علم زیادند و جوانان با استعداد با پیروی با آنها برای علم و هنر با جسارت خاصه وارد می‌گردند. ما از آنها در پیشرفت علم، فرهنگ و هنر بازیافت‌های تازه را انتظاریم، زیرا جوانان تاجیک وارثان میراث بزرگ علمی و ادبی و فرهنگی نیاگان نکنام میباشند که نظیرش در جهان کم است. ما از جوانان کشور امید کلان داریم که وقت را غنیمت شماریده به خاطر آینده نیک وطن و پیشرفت دولت صاحب استقلال، آموختن علم و دانش، کسب و هنر، زبانهای خارجی و از خود کردن تکنیک و تکنولوژی های نوتری را وظیفه و مقصد و مرام هر روزه خود قرار می‌دهند. باید گفت که جهت دستگیری نورسان و جوانان با قرارهای حکومت مملکت یک چند شبکه‌های نوی تلویزیونی از جمله سال 2005 تلویزیون سفینه، سال 2006 تلویزیون کودکان و نورسان بهارستان، سال 2015 تلویزیون ورزش و در زمینه آن سال 2017 تلویزیون فوتبال و سال 2020 علم و طبیعت تأسیس داده شد. هدف ما از تمام تدبیرهای عملی گردیده این است که نسل آینده یعنی فرزندان ما بیسواد نمانند. یکی از سببهای اساسی میل پیدا کردن آدمان به خرافات، افراطگرایی و رادیکالیسم دینی محض بیسوادی است. ظهورات نامطلوب و خطرناک ذکر شده تفکر مردم، خصوصاً نورسان و جوانان کم تجربه را زهرآلود کرده آنها را به جهالت میبرند، زندگی جامعه را تیره و تاریک میسازند و باعث قفامانی دولت از راه پیشرفت میگردند. تکرارا تاکید می‌نمایم که خرافات جهالت است و جهالت به انسان غیر از بدبختی چیز دیگری دادن نمیتواند. امروز بسیار کشورها تکنیک و تکنولوژی ها را از دولت‌های از لحاظ علم و تکنیک پیشرفته خریداری میکنند، از جمله ما. برای چی ما نمیتوانیم که اقتدار ذهنی خود را به کار انداخته تکنیک و تکنولوژی های ضروری را ایجاد و استحصال کنیم تا اینکه دستیگری دیگران نباشیم. علم و دانش و سواد و معرفت مردم مخصوصا نورسان و جوانان را بلند برداشتن ضرور است. تاکید می سازم که با خرافات کسی به جای نمی رسد. بی‌طرفی نکنید، زیاده روی نکنید. بنابراین ما باید به تعلیم و تربیت نسل نورس اعتباری اولین درجه دهیم. مخصوص تاکید می سازم که نقش پدر و مادران در این مسئله بسیار مهم و حل کننده می باشد. وظیفه والدین فقط به دنیا آوردن فرزند نیست، بلکه تربیت و فراهم نمودن شرایط برای تعلیم و رشد فرزند است. متاسفانه بعضی پدر و مادران فکری همه چیز را می کنند، غیر از مهیا کردن شرایط ضروری برای تحصیل کردن و سواددار شدن فرزند خود و این کار را به مکتب و آموزگار حواله می کنند. طی 10 ساله آخر من همچون رهبر دولت با 16 سند عفو 160,000 نفر شخصانی را که جنایت صادر کرده حبس شده بودند عفو کردم. 160,000. حالا باز هزارها نفر دیگر در محبس قرار دارند. قسم زیادی آنها جوانان می باشند. همه آنها نیز پدر و مادر داشتند، ولی چنین والدین فرزندان خود را از خردسالی بی تربیت گذاشتند. چنین حالتها نیز به قید گرفته شدند که بعضی شخصان عفو شده بعد 1 ماه باز جنایت صادر کرده پس پنجره می روند.
کتاب خواندن در کار، کتاب‌های بدیهی خواندن در کار. و بینه بچه‌هایی که در آزمون فروغ صبحدانایی اشتراک کردن، من ذوقم به سخنرانی آنها بسیار 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 احسن باور میکنید. زبان ادبی سخنرانی از خواندن ایجاد کردن هم همین وقت، شرایط، زمان استفاده کنید. همه چی در میرسید. بعدا اگر سواد داشته باشید، حالا سرحدها یگان رول بازی نمی کند دیگر بین دولت ها. امروز در آزمون های بین المللی نمیگوید ملت که آزمون اعلان میکند اشتراک میکنه. علاقه ده ها نفر، صدها نفر فرزندان ما علاقه در سازمان های بین المللی دیگر راحت یافتند، غریب آمدن، رفته کار و فعالیت که معاش بلند. نمیپرسد ملت چی از کدام دولت. یعنی سواد داشتن در کار، علم آموختن در کار، زبان آموختن در کار. صدها نفر جوانانی که در جنگ‌های خونین کشورهای دیگر اشتراک کرده، یک قسمشان کشته شدند مگر پدر و مادر نداشتند. خاطرسان می‌سازم که وظیفه دولت نه جزا دادن آدمان، بلکه فراهم آوردن شرایط برای تعلیم و تربیت، کسب و هنر آموزی و زندگی و فعالیت آرام و آسوده هر یک شهروند میباشد. لیکن پدر و مادران نیز در برابر دولت و حتی بیشتر از دولت برای تعلیم و تربیت فرزندان خود باید مسئولیتی بلند داشته باشند. پدر و مادران محترم ما اینچنین وظیفه دارند که به مسئله به زندگی مستقلانه آماده کردن فرزندان خود بسیار جدی مناسبت نمایند. طبق معلومات در 3 سال و 4 ماه آخر در کشور 252,000 عائله عقد نکاح به پی گرفته شده است. ولی در همین دوره قریب 38,500 عائله های جوان پاش خوردند که نهایت تشویش آور میباشد. نخواهم مقایسه کنیم. اکثریتش چی؟ با حیات مستقلانه آماده نیست. دیگر حالت نگران کننده نکاح خویشتباری نزدیک می باشد که پدر و مادران نباید آن را نادیده گیرند. طبق معلومات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی در 3 سال آخر از 9.5% تا 13% کودکان در چنین عائله ها معیوب تولد شدند. یعنی از 113 کودک، از 113 ما ساخته ایستادیم خانه‌های برای معیوبان از تولد شدگی. لیکن عقوبت چی می شود؟ عائله ها بدبخت می شوند. نه خود دیده دانسته ما آینده این فرزند خود را بدبخت سازیم. من در شهر نایاب با من مراجعت میکنم وقتی از یک عائله 3 فرزند 4 فرزند و دعوت میکنم برای چی باشه؟ هر یک چون نمیتوانند در عرباچه بعضنش در جاگاه یک جای خواب. برای چی؟ چرا بری چیکار کنم که وقتش پدر و مادرم اینم گهواره بخش گفته اینم فلان چرا وای کرد کنی فایر دعوت پرتافته رفت مورد. مخصوصا جوانان من در نظر در قانون ما خیش تباری نزدیک هست تیپ خود را میسنجند. خودتان به دست خودتان بدبخت نسازید. من میفهمم حس میکنم در یک عائله که یک معیوب باشد، ببینید وای عائله چگونه احساس میکنند. هر روز یکی فرزندش در بالای جاگاه است یا یکی معیوب است چگونه احساس میکنند؟ خوشبخت است. حاضرین گرامی، برای بررسی و حل مسئله های جوانان و اشتراک فعال آنها در حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور سال 2015 شورای ملی کار با جوانان در نزد پرزیدنت تاجیکستان تأسیس داده شد. ماه می سال 2016 جلسه نخستین شورای مذکور برگزار گردید که در آن مسائل های مربوط به حیات و فعالیت جوانان، تطبیق سیاست دولتی جوانان، رفع کمبودی‌های جای داشته، دستگیری ساحه ورزش
و ترغیب طرز حیات سالم بررسی گردید. شورای مذکور که در نزد رئیسان ولایت و شهرنمایان نیز تأسیس داده شده است، همچون یک میدان مهمی بررسی مسئله و مشکلات ساحه جوانان، دریافت راه‌های حل آنها و دستگیری تشبس‌های سازنده جوانان وسیع استفاده کرده می‌شود. وابسته به این تاکید می‌سازم که ما تشبس و پیشنهادهای سازنده جوانان را همیشه دستگیری نموده برای عملی گردیدن آنها تمام امکانات را فراهم می‌سازیم. ما امید داریم که جوانان ما همچون طبقه از همه فعال جامعه می‌بد نیست تشبس‌های سازنده را عملی می‌نمایند، دستاوردهای استقلال دولتی، صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی را حفظ می‌کنند و در حیات سیاسی و اجتماعی دولتمان باز هم فعالانه شرکت می‌ورزند. تنها به خاطری که عائله‌های جوان خیلی زیاد بودند احساس می‌کردم در یک عائله تا 3، 4، 5 عائله بودند زمین نمی‌دادند برای بنیاد خانه اقامتی. در تمام 75 سال زمان شوروی به مردم 73,000 گکتار زمین داده بود. در زمان استقلالیت 130,000 گکتار زمین برای بنیاد خانه‌های اقامتی به مردم تقسیم کرده دادند. 130,000 قریب 2 برابر. قابل ذکر است که ما اشتراک فعالانه جوانان مملکت را در ساختمان انشاءات عظیم و تقدیرساز کشور از جمله نیروگاه برقی آبی راغون و در تمام کارهای بنیادکاری و سازندگی بر علا مشاهده می‌نماییم. از 11,000 نفر بنیادکاران انشاءات عظیم عصر نیروگاه برقی آبی راغون بیش از 40% جوانان تا 30 ساله می‌باشند. صف جوانان در ساحه‌های دیگر از جمله صنعت و ساختمان، معارف و تندرستی و کشاورزی نیز طرف افزایش یافته ایستاده است. سهم جوانان در حفظ مادر وطن شایسته تحسین بوده. آنها در تمام جزء و طام‌های قوه‌های مسلح و دیگر ساختارهای قدرتی صادقانه خدمت می‌کنند و در حمایه سرحدی دولتی نیز نقشی بزرگ دارند. امروز قسم اساسی خدمتچیان حربی و کارمندان مقامات حفظ حقوق را جوانان تشکیل می‌دهند. افتخار دارم که جوانان با ننگ و ناموس ما دوام دهندگان کار و فعالیت نسل کلانسال، نیروی توانا و اقتدار واقعی پیشرفت جامعه یعنی آینده دولت و ملت میباشد. از این لحاظ فراهم آوردن شرایط مساعد برای فعالیت آنها می‌بد نیست همچون یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک و مهمترین سیاست دولت و حکومت تاجیکستان باقی می‌ماند. یکی از سمت‌های اساسی دستگیری جوانان اندیشیدن تدبیرهای ضروری دایر بر رشد ورزش و ترغیب طرز حیات سالم میباشد. زیرا ورزش مهمترین شغل انسان قبل از همه جوانان بوده، واسطه مؤثر بهداشت سلامتی و تبلیغ طرز حیات سالم به حساب می رود و برای تحکیم دوستی آدمان معرفی دولت و ملت در عرصه بین المللی نقشی بزرگ می بازد. ما در زمان صاحب استقلالی با مقصد بلند برداشتن صبرناکی نظامی تربیه جسمانی و ورزش یک سلسله سندهای معیاری حقوقی تنظیم کننده فعالیت ساحه را تهیه و قبول کرد. سندهای مذکور با تشویق و ترغیب طرز حیات سالم، عمومی گردانی ورزش، بنیاد انشاءات ورزش و برگزار کردن مسابقه‌های جمهوری و بین المللی مساعدت نمودند. ورزشکاران تاجیک تنها در 5 سال اخیر در مسابقه‌های بین المللی زیاده از 2700 مدال از جمله 783 طلا، 759 نقره و 1175 برنجی به دست آورده. به شرافت پیروزی آنها پرچم دولتمان بارها در فضای بین المللی پرافشان گردید.
با مقصد رشد همه‌جانبه ورزش سال ششم است که جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به غالبان مسابقه‌های بین‌المللی سپاریده می‌شود و تا امروز 184 نفر ورزشکاران که نام تاجیکستان صاحب استقلال را در عرصه بین‌المللی معرفی کردند در حجم عمومی قریب 4 میلیون سامانه سرفراز گردانیده شد. در نتیجه توجه دائمی حکومت به این ساحه مهم حالا شماره مکتب‌های ورزش به 128 ورزشگاه‌ها به 124 میدانچه‌های ورزش به 7301 تالارهای ورزش به 1807 حوض‌های شناوری به 92 و انشاءات مخصوص ورزش به 792 رسیده با کار آغاز کردن قصر تنیس و مجموعه ورزشی آبی در پایتخت مملکت شهر دوشنبه امکان برگزار نمودن چهاربینی‌های سطح بین‌المللی را فراهم ساخت. ورزشگر در کارکن ورزشگر شهر دوشنبه بیش از 1 میلیون اهالی دارد. باغ‌ها برای ترینکور برای وای کردن ما برای مردم کردیم. ما می‌بینیم صبح برای وقت می‌خیزن باغ‌ها خالی، بگار نگاه می‌کنیم باغ‌ها خالی، میدانچه‌ها خالی، میدان‌های ورزشی خالی. تیم سلامتیتون را نگاه دارین، قدم زنین، حرکت کنین. بسیار مریضی از بی‌حرکتی است. مخصوصاً مردمی که در آشیانه‌های بلند زندگی می‌کنند. این رو چیزها را گلگشت چیار برای گشتن است، برای حلاوت بردن است، برای سالم گردانی بدن است. صبح برخیزم فیض برکتش دیگر است یا نه؟ اینا همش برای شما. 12 باغ حاضر یک باغ کلان دیگر در نقشه داریم. همه اینا را ما بنیاد کردیم با شرط برای شما برای مردم و کردن. زیباگردانی من اهمیت میدم. نهال شنانی، سبزکاری. خب ما شما هم در یک جایی باید خدمت کنیم. رحمت بسیار. البته از 10 سال پیش خیلی فرق میکنند. آداب، مدنیت. شهر دوشنبه شهر بی خطر شبانه. اینا با سازمان‌های بسیار بین‌المللی با نفوذ. این خوب است. این نشانه آداب و اخلاق این نسل دارند. برای مقایسه خاطر نشان می‌سازم که شماره عمومی انشاءات ورزش از 1000 انشاءات سال 1991 به 10220 انشاءات در سال 2020 رسانیده شده است. یعنی شماره انشاءات ورزش در دوران صاحب سال بیش از 10 برابر زیاد گردیده است که این نشان دهنده گواهی واضح غمخواری دولت نسبت به جوانان میباشد. علاوه بر این در نزد 2500 مکتبی در زمان استقلال ساخته شده همه مکتب‌ها یک تالار ورزش و میدان ورزش نیز بنیاد شده است. 2500 تنها سال 2020 یعنی سالی که با سبب پاندمی کرونا ویروس شرایط مشکل اقتصادی و مالیوی به میان آمد برای نورسان و جوانان در شهر نایای کشور 147 انشاءات ورزش با مبلغ 1 میلیارد و 63 میلیون سامانه ساخته به استفاده داده شد. با استفاده از سیاست به همه صاحبکاران باننگ ناموس و شخصان سخاوت پیشه که در بنیاد انشاءات زمانوی ورزش یعنی فراهم آوردن شرایط بهترین برای نورسان و جوانان وطن و دستگیری ورزشگران سهمی بسا ارزشمند گذاشتند سپاس و منتداری بیان می‌نمایم. ما تصمیم داریم که در آینده نیز با عامه‌گردانی ورزش و تبلیغ طرز حیات سالم دقت اولین درجه داده برای تربیت ورزشگران کسبی و سالمی اهل جامعه شرایط باز هم بهتر فراهم آوریم. کمیته کار با جوانان و ورزش را ضرور است که یکجا با کمیته ملی المپی و فدراسیون‌های ساحوی نوع‌های مختلفی ورزش را وسیع جاری کرده جهت برگزار نمودن مسابقه‌های ورزشی تدبیرهای عملی اندیشد.
در رابطه با این تاکید می‌سازم که راهبران و مسئولان ساحه باید به کلاً بهتر کردن فعالیت بعضی فدراسی‌ها، تربیت کردن و به کمال رسانیدن ورزشکاران کسبی، استفاده ثمرناک انشاءات ورزش و نگاهبینی آنها اعتبار جدی دهند. بعضی نمودهای ورزشی است که عموما خراجات زیاد را طلب نمی‌کنند. سقابازی حالا همقدر زیاد، لیکن مسابقه هم بگذارانیم، فدراسیش نمید. یا تنیس، اینقدر میدان‌های تنیس ما وای کردیم. یا ولسپیدرانی. در زمان شوروی تاجیکستان حدودش برای آماده کردن کمند یکچین سر آماده در اینجا شوروی مای میکردن. اگر باید باشد چی طرفی وادی وحش من فخرآباد، چی طرفی چهارمغز شرشر ولسپیدران در زمان در تابستان بهار و تابستان وای میکردن، مشق میکردن. یا که آبانبارهای ما درباره ورزش قایقرانی اینقدر آبانبارهای بزرگ هستند. بسیار نمودهای ورزش است که یا که ورزش سبو اینقدر تالارهای ورزشی داره، بسکتبال، والیبال، نه اونقدر خراجات های زیاد، شرایط ها مهیا است. دوستان عزیز، وقتی ما جوانان را امید فردای کشور، نیروی سازنده و ذخیره استراتژی دولت و ملت مینامیم، این سخنان تنها شعار نبوده بلکه محض به جوانان وابسته و پیوسته بودن آینده دولت و ملت را همچون یک واقعیت بیان می نماید. زیرا دولت و ملتی که درباره نسل جوان خود اندیشه می کند در اصل آینده خود را تأمین و استوار می سازد. محض به همین خاطر در یکی از سخنرانی‌های خویش گفته بودم که رو آوردن به جوانان رو آوردن به آینده می باشد. می خواهم این اندیشه را امروز نیز تاکید نمایم، چون که ما جوانان را واقعا هم نسل آینده ساز، صاحبان فردای وطن و دولت بدانیم. همین خیر است. ما دیده دانسته تیار کنیم. شما بر این جوانان با ننگ و ناموس، وطن دوست، حسی بلندی ملی داشته، بنیادکار، سازنده، صاحب دولت بودن، صاحب وطن آزاد بودن، وطن عزیز چون تاجیکستان داشتن، هر کس میسر نمیشه. با در نظر داشت همه این دلیل ما با کارهای راهبری پیشبری نمودن جوانان صاحب معرفت و بلند احساس، صاحب کسب و زباندان و لایق‌القدر و تشبثکار را که طلبات زمانی معاصر می باشد از مقامات محلی حاکمیت دولتی سر کرده تا مقام عالی قانونبرار و ساختار و مقامات مرکزی در دایره برنامه‌های دولتی، استراتژی و کنسپسی‌های موجوده عملی کرده ایستادیم. همچنین چند سال قبل با مقصدی دستگیری جوانان به کنستیتوسیون مملکت تغییرات وارد کردیم. هم درباره انتخاب رئیس جمهور، هم درباره انتخاب وکیلان با مجلس محلی و مجلس عالی مملکت. تجدید روز جوانان که همچنین به مناسبت آن هفته جوانان دایر می‌گردد، امسال به استقبال 30 سالگرد استقلال دولتی راست آمده است. با افتخار و قناعتمندی اظهار می‌دارم که در اعمار دولتداری ملی تاجیکان حمایه دستاوردهای استقلال و رشد و ترقیات تاجیکستان نقش جوانان با ننگ و ناموس بزرگ میباشد. جهتی در سطح بلند سیاسی و تشکیلی تجلیل نمودن این جشن مقدس باید کارهای فهماندهی
در میان عامه از جمله نورسان و جوانان تقویت داده دایر به دستاوردهای کشورمان با جلب عالمان و ازیایان در همه مؤسسه‌های تعلیمی، تشکیلات و کارخانه‌ها، دیه و محل‌های اهالینشین، شهرک و دیهات، صحبت و واقعه و گذراندن هر گونه چاره‌بینی‌ها و طوری وسیع برام مانده شد. استقلالیت یک روز نیست، فقط نهم نیست. ما الکی در زمان که 30 سالگی زندگی کرده ایستادیم. برای چی یک جا نمیشه؟ من رئیس شهرم وقتی نوروز بود سپارش دادم که تشکیلات، مؤسسه، کارخانه دیگر هر یک عائله در اسباب موسیقی بعضا داریم. بعضا بچه‌ها باید دارن با گیتار یا رباب یا دایره یا تالک. برآمدیم رفیقا یا نزدیک خانه یا یک بار رفتیم شیشتیم، های کردیم، خرسندی کردیم. با چند نفر دیگه همراه میشد، تماشا میکند، گوش میکند، حلاوت میبرد. برای چی نه؟ ما با جهان، با زمان نگاه کرده، با واقعیت کار و فعالیت و زندگی کردن ما در کار. استقلال و آزادی مقدسترین و عزیزترین نعمت و بزرگترین و ارزشمندترین ثروت برای هر یک ملت و خلق می باشد. شکرانه کنیم 4 تشبث جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی از جانب کلی اعضایان این سازمان جانبداری یافت و قطعنامه سازمان ملل متحد قبول گردید و در دنیا گوییم که عملی شده ایستاده است. در جاده یکی از مسائل گلوبالی جامعه جهانی، مسئله آب، تاجیکستان لیدر است در سازمان ملل متحد. امسال پرابلم آب در دنیا پرابلم رقم 1 است. حالی با تار رفت متشنج بشه. 10 ساله آب رفته ایستاده است. آب اوید به رشد استوار. این پیشنهاد تشبث تاجیکستان. ما پیشنهاد نو کردیم دایر به امین نگاه داشتن پریخ‌ها. برای چی؟ 60% آب آسیای مرکزی در حدود جمهوری تاجیکستان تشکل می‌یابد. 60%. این حجم کلان. علاقه از 14,000 پریخ‌ها 1000 پریخ تماما نیست شد. 1000 پریخ در 50 سال اخیر. آبشوی یعنی تیز آبشوی پریخ‌ها بسیار سرعت پیدا کرده ایستاده است. این چی میشود؟ شما جوانان میدانید پریخی بزرگترین در خشکی در جمهوری تاجیکستان است. پریخ فیچنکه 76 کیلومتر درازی دارد. نه اینکه ملت تاجیک دولت تاجیکان را میشناسند، اعتراف میکنند در عرصه بین المللی. شما نیز با طرز خوانید که آینده باز هم از این بالاتر در عرصه بین المللی آبروی دولت و وطن عزیز و محبوب خود را بلند بردارید. بنابراین ما باید شکرانه این نعمت بی‌بها را به جا آوریم و برای حمایت آن همیشه آماده باشیم. زیرا تجربه هر دولتی که راه رشد مستقلانه را پیش گرفته است نشان می‌دهد که استقلال و آزادی همیشه نیازمند حمایت جدی است. ما این را از قدم‌های اولی صاحب استقلالی زمانی که قوه‌های مختلف بارها کوشش شکست دادن دولت جوان تاجیکان را داشتند روشن و واضح احساس نمودیم و برای تأمین نمودن امنیت دولت و جامعه حمایت مقدسات ملی و رشد تاجیکستان عزیزمان پیش از همه به جوانان تکیه کردیم. جوانان وطن دوست و آگاه ما باید منبت نیز هوشیار باشند و نگذارند که گروه‌های منفعت‌جوی داخلی و خارجی در شعور دیگر نورسان و جوانان ما مفکوره بیگانه، خرافاتی و افراط‌گرایانه را جای نمایند. جوانان گرامی، تقویت فعالیت ولنتیاری و تحکیم بخشیدن اتحاد و همبستگی جوانان کشور در اطراف سیاست دولت و حکومت مملکت یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک کار با جوانان میباشد. با قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره فعالیت ولنتیاری از 19 سپتامبر سال 2013 این سمت فعالیت جمعیت خیلی رشد کرده. حالا در نزد کمیته کار با جوانان و ورزش و ساختارهای محلی آن هزارها نفر جوانان با حیث ولنتیار متحد گردیده در چاره‌بینی‌های دولتی و جمعیتی
فعالانه اشتراک کرده ایستادند. مکتب ولنتیاری برای جوانان همچون عرصه به هم آوردن امکانیت و نیروی سازنده آنها جهت انجام دادن عملهای خیرخواهانه، اشتراک فعال در کارهای جمعیتی منفعت بخش و روند خودتشکل یابی مساعدت می‌کند. موافق مقصد دانسته می شود که این سمت فعالیت را باز هم تقویت بخشیده نیروی قشرهای گوناگون جامعه و در نوبت اول جوانان با استفاده از طرز و واسطه‌های ولنتیاری با آباد و زیباگردانیدن وطن عزیزمان، حفظ محیط زیست، دستگیری و کمک به یتیمان و معیوبان، پیرانسالان، عائله‌های کم‌بضاعت و دیگر شخصان نیازمند روانه کرده شد. با این مقصد به ساختار و مقامات داخلدار سپارش داده می شود که تا ماه نوامبر سال جاری برنامه رشد ولنتیاری در جمهوری تاجیکستان را برای سالهای 2022-2025 تهیه و پیشنهاد نمایند. دوستان عزیز، کارشناسان فراهم آوردن امکانیت‌های واقعی را برای آماده نمودن جوانان ایجادکار و هنرمند و صاحب کسب و صاحب اختصاص یکی از راه‌های اساسی رشد باثبات اقتصادی بشمارند. در کشور ما ذخیره اساسی اقتصادی و مهنتی را نسل جوان تشکیل می‌دهد، یعنی از 5-4% یا 80% اهالی از لحاظ اقتصادی فعال جوانان میباشند. هر سال در کشور زیاده از 180,000 نفر به بازار مهنت وارد می شود که اکثری آنها را جوانان تشکیل می‌دهند. در کشور ما طی دوران صاحب استقلالی بیش از 1,150,000 از جمله تنها سال 2020 193,000 جای کاری تأسیس داده شده است. ما این روند را ادامه داده تمام چاره‌ها را اندیشه ایستاده‌ایم که هر سال نه کم از 100,000 جای نوی کاری مهیا سازیم. تأکید می‌سازم که از شماره عمومی جایهای کاری تأسیس داده شده زیاده از 70% برای جوانان میباشد. رهبران وزارت و اداره‌ها، رئیسان ولایت‌ها، شهر ناحیه‌ها و دیگر ساختار و مقامات دولتی وظیفه‌دار کرده می‌شوند که توسط وارد کردن تکنولوژی‌های پیشرفته و تأسیس کارخانه‌های نوی استحصالی برای تشکیل نمودن جاهای نوی کاری و هرچی بیشتر با شغل تامین کردن جوانان بخصوص در دیهات تدبیرهای علاوگی اندیشیده هر ماه یارمارکه جاهای خالی کاری را برگزار نمایند. علاوه بر تدبیرهایی که از جانب حکومت در سمت تامین نمودن جوانان با شغل عملی شده ایستادند و با در نظر داشت سالهای رشد دیهات، سیاحی و هنرهای مردمی، اعلان گردیدن سالهای 2019-2021 رهبران و مسئولین وزارت و اداره‌ها، رئیسان ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها را ضرور است که فعالیت خود را دایر به بنیاد کارخانه‌های خرد استحصالی، مرکزهای دستگیری صاحب‌کاری، همچنین مرکزهای نوی کسب آموزی و هنرمندی، اختراع‌کاری و پارک‌های تکنولوژی برای جوانان به طور جدی وسعت بخشد. با در نظر داشت حل مشکلات وابسته به شغل جوانان، کمیته کار با جوانان و ورزش وظیفه‌دار کرده می شود که یکجا با وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی رویخط نام به نام جوانان بیشغل را تهیه نموده در ارتباط با سپارش پیام رهبر دولت در خصوص تا سال 2025 صاحب کسب نمودن جوانان تا 25 ساله و مخصوصاً با راه زیاد کردن کورس‌های کسب آموزی چاره‌های مشخص اندیش. تأکید می‌سازم که با شغل فرا گرفتن جوانان یکی از راه‌های مؤثر رشد اقتصادی و در عین زمان عامل کم شدن صادرشوی جنایت و دیگر نمودی حقوق ویرانکنی‌ها از جانب آنها میباشد. طبق معلومات تنها در سال 2020 از جانب جوانان یا با اشتراک آنها بیش از 4,900 جنایت صادر شده است که قسمی زیادی آن را جوانان بیکار صادر نمودند. وقتهای آخر نسبت به 1,660 نفر شهروندان تا 30 ساله
که 41 نفر آنها نابالغ می باشند برای اشتراک در زد و خردهای مسلحانه در حدود کشورهای خارجی پرونده های جنایتی آغاز کرده شد. علاوه بر این در میان جوانان پهن گردیدن بیماری های سرایتی از قبیل ویروس نارسایی مسئولیت آدم و نشأه‌مندی نیز تشویش آور می باشد. موافق معلومات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تنها در 3 سال اخیر از بیماری ویروس نارسایی مسئولیت آدم 193 نفر و نشأه‌مندی 29 نفر جوانان از 18 تا 35 ساله فوت کردند. همچنین مسئله دست به جنایت زدن نابالغان نیز نگران کننده می باشد، زیرا شماره زیادی جنایت ها از جانب خوانندگان صفهای بالایی مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی صادر کرده می شود. در 5 سال اخیر از جانب نابالغان یا با اشتراک آنها 4437 جنایت صادر گردیده است. هرچند که شماره جنایت های در سال 2020 صادر شده نسبت به سال 2019 قریب 16% کم شده است، ولی 754 حالت جنایتی از جانب نابالغان صادر شده هنوز هم تشویش آور می باشد. برای کسی پوشیده نیست که امروز دستاوردهای معاصر تکنولوژی در برابر آسان نمودن فعالیت در ساحه‌های گوناگون حیات شرایط را برای راه اندازی نمودن شکل و شیوه های گوناگون رسانیدن زیان به خود انسانیت فراهم ساخت. خصوصا برای رهگم ساختن نورسان و جوانان و به صف گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی جلب کردن این قشر آسیب پذیر از شبکه اینترنت به طور وسیع استفاده برده میشد. در رابطه با این باید گفت که سالهای آخر 70% شخصانی به صف جنگیان کشورهای دیگر شامل شده از بین مهاجران مهنتی توسط شبکه‌های اینترنتی جلب و استخدام گردیدند. علاوه بر مشکلات زیادی که در نتیجه تغییریابی اقلیم و پنشوی بیماری‌های سرایتی انسانیت با آنها روبرو شده است، مسائل شدتیابی خطر و تهدیدهای جهانی، شامل شوی جوانان به سازمان و حرکت‌های تروریستی و اکستریمیستی، وسعت گرفتن رادیکالیسم دینی، خرافات پرستی، جنایتکاری متشکل فرامیلی، سودای آدمان، نشه‌مندی و نشه‌جلبی و دیگر ظهورات نامطلوب حیات مردم سیاره و امنیت دولت‌ها را جداً خلل‌دار ساخته ایستادند. با تأثیر شبکه‌های مختلف اجتماعی و دیگر واسطه‌های اطلاعاتی بعضی از جوانان سست اراده و ناآگاه ما به دام گروه‌های منفعت‌جو افتیده به ملت و وطن خود خیانت می‌کنند، با آبروی مملکت در عرصه بین المللی اسناد می‌آورند، پدر و مادران و نزدیکانشان را در بین جامعه شرمسار می‌سازند. بخصوص در شرایط امروزه که تلاش تمام قوه‌های ارتجاعی و افراطی برای تأثیر رسانی به مفکوره جوانان و مایل ساختن و استفاده قوه بزرگ آنها برای عملی نمودن هدف‌های مغرضانه خود روانه شده است، جوانان ما باید بسیار هوشیار باشند، زیرکی سیاسی را از دست ندهند و منفعت‌های ملی و دولتی را حتی یک لحظه هم فراموش نکنند. در چنین شرایط وزارت‌های معارف و علم، فرهنگ، تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، اکادمی ملی علم‌ها و اکادمی‌های ساحوی، کمیته‌های کار با جوانان، ورزش و سیاحی، کار با زنان و عائله، تلویزیون و رادیو، عاید به دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم با جلب وسیع زیایان جهت هرچه زیادتر آگاهی پیدا نمودن جوانان از تاریخ و فرهنگ خلق تاجی، ارزش‌های ملی و عموم بشری و روندهای گلوبالی جهان معاصر باید کارهای فرماندهی را در بین جوانان وسعت بخشیده، اشتراک باز هم فعالتر آنها را در روند اعمار دولت ملی و جامعه پیشرفته و متمدن اجتماعی تأمین گرداند. در این روند ضرور است که همکاری میان مقامات حفظ حقوق، وزارت معارف و علم، کمیته جوانان و ورزش، پدر و مادران و فعالان جهت پیشگیری کردن جنایتکاری در بین نابالغان و نورسان تقویت داده در این سمت هرچی بیشتر چاره‌بینی‌های تاثیربخش عملی کرده شد.
وابسته به این مسئله خاطررسان می‌سازم که حل مشکلات هزاران نفر جوانان ما نیز در خارج کشور تحصیل علم دارند، از جمله پیشگیری کردن پیوستن آنها به سازمان و حرکت‌های افراطی فعالیت منتظم و هم آهنگ شده را طلب می‌نماید. در این سمت وسعت بخشیدن فعالیت شورای محفل جوانان در خارج کشور تحصیل داشته کمیته کار با جوانان و ورزش با واسطه سفارت‌ها، کنسولگری‌ها، جمعیت‌های هموطنان برون‌مرزی، مؤسسه‌های تعلیمی ممالک خارجی و پرزور نمودن نظارت این مسئله از جانب وزارت‌های معارف و علم، مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، کارهای داخلی، کارهای خارجی و حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان مهم میباشد. همزمان با این وزارت و اداره‌های داخلدار را ضرور است که به فعالیت محفل همه جانبه مساعدت نمایند. طوری که در پیام رهبر دولت ذکر گردید، غمخواری پیوسته در حق گروه‌های آسیب پذیر اهالی و حل مسائل اجتماعی آنها یکی از مهمترین وظیفه‌ها به حساب می‌رود. تأمینات اجتماعی جوانان از جمله دستگیری یتیمان کول و از عائله‌های کم بضاعت جوانان امکاناتشان محدود و بیکار سمت افضلیت‌ناک سیاست دولتی مقرر گردیده است، چون که این گروه آسیب پذیر پیش از همه به دستگیری دولت نیاز دارد. با اندیشیدن تمام تدبیرهای ضروری را برای صاحب علم و دانش و کسب و هنر گردانیدن و به حیات مستقلانه آماده نمودن نوسان جوانان در آینده نیز ادامه میدیم. شما فرزندان عزیز همیشه در یاد داشته باشید که همه زحمت و کار و فعالیت ما کلانسالان به خاطر مهیا کردن شرایط ضروری برای فردای آباد و آسوده شما روانه شده است. آینده دولت و خلق ما به شما تعلق دارد و محض شما همچون طبقه فعال جامعه امید و آرزوی پدر و مادر و تکیهگاه دولت و ملت هستید. غمخواری در حق نسل آینده ساز، تربیه و جابجاگذاری کادرهای جوان و به خدمت دولتی بیشتر جلب نمودن آنها یکی از هدفهای محوری سیاست دولت و حکومت و خصوصا رهبر دولت به حساب می‌رود. یعنی دستگیری جوانان لیاقتمند و صاحب استعداد داننده زبان‌های خارجی و تکنولوژی‌های معاصر، اینچنین مهیا کردن تمام شرایط ضروری برای تربیه و به کمال رسانیدن متخصصان جوان منبع نیز در مرکز دقت ما قرار خواهد داشت. شما جوانان عزیز باید همیشه در جستجوی علم و دانش‌های معاصر باشید. کسب و هنرهای زمانوی را از خود کنید. به وطن، ملت و دولت صاحب استقلال خویش صادق باشید. سرزمین اجدادی را صمیمانه دوست دارید. صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی را حمایت کنید. ننگ و ناموس و حس بلند ملی خود را حفظ نمایید. احترام پدر و مادر و پیران و کلانسالان را بجا آورید. شما فرزندان عزیز هیچگاه وجدان و ایمان خود را نفروشید. به وطن محبوبمان، ملت باستانی امان و دولت صاحب اختیار امان هرگز خیانت نکنید. در یگان حالت فراموش نکنید که مردم خیانت و خیانتکار را به هیچ وجه نمیبخشند. شما جوانان سعادتمند که آینده ساز این وطن بی‌اشتها و فردای تاجیکستان عزیز و محبوبمان میباشید، میتوانید در جهان پرتضاد معاصر تاجیکستان صاحب استقلال و منفعت‌های دولت و ملت را حفظ کنید. سرزمین اجدادی را باز هم
آباد و زیبا گردانید و قرض فرزندی و رسالت شهروندی خود را در نزد مادر وطن سربلندانه اجرا نمایید. شما باید افتخار داشته باشید که نسل زمان استقلال هستید و در وطنی آزاد و صاحب اختیار زندگی میکنید. فراموش نسازید که استقلال دولتی اساس و ته‌کرسی خانه آباد، سری بلند و زندگی آرام و آسوده هر فردی صاحب دولت و صاحب وطن می باشد. جوانان مایه افتخار و سربلند تاجیکستان عزیز می باشند. ما به جوانان اعتمادی کامل داریم. دستگیری صمیمانه آنها را از سیاست پیش گرفته دولت و حکومت قدردانی می نماییم و نقش ارزشمندشان را در همه جنبه های حیات کشور احساس می کنیم. ملاقات نوبتی ما از آن جهت هم تاریخی خواهد بود که در دوره آمادگی به استقبال ارزنده جشن مبارک 30 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان برگزار می گردد. فردای این وطن عزیز از تشبس‌های نجیب و انجام رسالت‌های بزرگ شما آغاز می شود. ما به شما جوانان نیروی بزرگ سازنده کشور اعتماد می کنیم و باور داریم که از عهده این رسالت بزرگ تاریخی و اجرای وظیفه فرزندی خویش با سربلندی می برآیید. بار دیگر جشن را به همه جوانان کشور و شما حاضرین گرامی صمیمانه تبریک گفته با شما فرزندان عزیز تندرستی، بخت و سعادت و برار و کامیابی آرزو می نمایم. همیشه سربلند و خوشبخت باشید.